من از عهد آدم تو را دوست دارم، از آغاز عالم تو را دوست دارم. چه شبها من و آسمان تا دم صبح سرودیم نم نم تو را دوست دارم. بدانید که قلب‌ها فقط با یاد خدا آرام می‌گیرند. الا بذکر الله تطمئن، الا بذکر الله تطمئن. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی علی ابن موسی الرضا المرتضی الامام التقی النقی و حجتک علی من فوق الارض و من تحت الثری الصدیق الشهید صلاة کثیرة تامة زاکیة متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صلیت علی احد من اولیائک. السلام علیک یا قریب القربا، السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء، السلطان یا ابا الحسن یا علی ابن موسی ایها الرضا یا ابن رسول الله. السلام علیک و رحمت الله و برکاته. و سلام به چشمای مشتاق و دلای بیتاب و بیقرار همه شما هم نفسای یاد خدا که میدونم الان چقدر آرزوتونه با دیدن این تصاویر دلتون لک زده برای یه زیارت کوچولوی درست درمون در شب ولادت امام الرؤوف در حرم مطهرشون. سلام به دلای پاکتون، سلام به چشمای مشتاقتون. الهی که خیلی زود نصیب و قسمتتون بشه زیارت این آستان مقدس که گفت جز آستان تو هم در جهان پناهی نیست. الهی که خیلی زود قسمتتون بشه. مردم به شما تبریک میگم. شب ولادت با سر سعادت، چشم و چراغمون، دار و ندارمون، پشت و پناهمون، همه تکیهگاهمون امام رضا جانمون رو الهی که خیلی زود این تصاویر چشم نواز و دل نواز رو شما از نزدیک ببینید و مثل این مردم پنجه در پنجره فولاد امام رضا ضریح مطهرشون بندازین به نشانه بیعت دوباره با امام رضا جانمون. الهی آمین. با این امید و آرزوهای قشنگ در شب ولادت صاحب این گنبد و بارگاه باصفا از شما دعوت میکنم تا پایان یاد خدا رو ببینید با تقدیم بهترین سلام ها به شما که عاشق و دلداده امام الرؤوف. بسم الله. سلام امام رضا، من آشنام امام رضا، گفتن تموم زندگیت، گفتم مقام امام رضا. سلام امام رضا، اسم دوام امام رضا، دق میکنم اگه یه سال مشهد نیام امام رضا. اسم تو میزنن همه فریاد، اسم تو غما رو میبره از یاد. هر کی یه جا دلش رو گذاشته، من هم رو به روی پنجره فولاد ناقابلم امام رضای دلم، امام رضای دلم، عاشق شدم. از دور سلام زائران را بپذیر. امام رضا جان
قربون چشاتون بشم من. از دور میدونین از شمالی ترین نقطه، جنوبی ترین، شرقی ترین، غربی ترین نقطه این ایران امام رضا، نه همه دنیا شبکه قرآن بین المللی چشم براهن، همه مردم دلشون اینجاست. امام رضا جان همه از راه دور سلام دادن. از دور سلام زائران را بپذیر، عرض ادب پیر و جوان را بپذیر. آقا جان، آقا همه از شما دعا می طلبند، آقا همه از شما دعا می طلبند، این خواهش مردم جهان را بپذیر. الهی آمین. شب ولادت امام رضا، صحن انقلاب حرم رضوی، برای شما هدیه داریم، عیدی داریم، اونم وجود پرخیر و برکت استاد عزیزم حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای ماندگاریه که قدم به چشم من گذاشتن. آقا سلام، خیر مقدم مبارکتون بشه. سلام علیکم و رحمت الله. خوش آمدید. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و امها و بعلها و بنیها به عدد ما احاط به المجمل. هم خدمت شما آقای قوامی عزیز عرض سلام و ادب و احترام و تبریک دارم. خدمتگزاران برنامه یاد خدا و همه بینندگان عزیز، چه در سرتاسر ایران و چه در سرتاسر جهان، امیدواریم که قابل باشیم نائب الزیاره شما عزیزان باشیم در این حرم نورانی پاره تن آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. معمولا ما بحثامون رو با دعای سلامت امام زمان خیلی هم عالی، بهترین چیزه. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا و امنن علینا برضاه و هب لنا رأفته و رحمته و دعاءه و خیره. یه دسته گل صلوات هدیه میکنیم به ساحت مقدس آقا جانمون امام رضا و بابای نازنینشون حضرت موسی بن جعفر، مادرشون نجم خاتون و خواهر بزرگوارشون حضرت فاطمه معصومه، میوه دلشون جواد الائمه و سرور و سالارمون آقا حجت ابن الحسن العسکری. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. خیلی خیلی ممنونم، خیلی زیبا، هم عطر رضوی هم عطر گل نرگس پیچید در فضا با دعای قشنگ شما. حاج آقا جون، من چون میدونم شما خیلی دوست می‌دارین ما خیلی سریع بریم سر اصل مطلب، معطلش نکنیم. یه کوچولو ما یه گل اینجا گل‌آرایی خیلی قشنگ کردن، از بغل یه گل فروشی رد میشیم تا چند ثانیه بوی گل میدیم، میریم عطر فروشی عطر بخریم، میایم بیرون هم میگن کجا بودی بوی عطر میدی. بده برای ما که حالا من خودم رو میگم بیایم حرم ساعتها، روزها، ماهها، سالها بیایم بریم رنگ و بویی نگیریم. شما برای ما بگین امام رضا جان با خدا رابطهشون چطور بوده، با مردم اطرافیانشون چجوری بوده، با دشمناشون چجوری ارتباط برقرار میکردن تا ما بتونیم رنگ و عطر و بوی امام رضا رو بگیریم. اولش نکته قشنگی رو فرمودید، بحث رنگ و بو. من یه مثالی رو معمولا میزنم، میگم ورزشگاه آزادی تیم آبی و قرمز بازی میکنن. آره. نصف ورزشگاه رنگشون آبیه، نصف ورزشگاه رنگشون قرمز. این همه مردمی که اومدن چه در حرم چه از طریق آب تلویزیون در سرتاسر عالم میخوان بگن ما جزو تیم امام رضاییم. رنگ امام رضا چه رنگیه؟ آیه، من فقط با قرآن حرف میزنم انشاءالله. آیه 138 سوره مبارکه بقره، سبقت الله و من احسن من الله سبقه. رنگ امام رضا رنگ خداست. همه زیبایی های عالم، همه معروف ها مصادیق رنگ خداست، همه معروف ها. هر کس به قول شما اومده تو گلخانه حرم رضوی، گلخانه مشهد الرضا، حتما باید یک شمه ای از بو و رنگ امام رضا رو داشته باشه. من حتی عزیزی به من گفت حاج آقا چرا حاجتم تو حرم برآورده نمیشه؟ گفتم رنگ لباست، رنگ قیافت، رنگ تیم امام رضا نیست. استاد گفت رنگ تیم امام رضا چه رنگیه؟ گفتم رنگ خداست و یکی از مصادیقش حیا و عفته، یکی از مصادیقش ادبه، یکی از مصادیقش
خضوع و خشوعه. آیه 35 سوره احزاب رو دوستان نگاه کنن، دیگه برنامه شبکه قرآن دیگه. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین الله کثیرا والذاکرات اعد الله لهم مغفرة و اجرا عظیما. اینا مصادیق رنگ خداست. آیه 112 سوره توبه رو نگاه کنن. التائبون العابدون الحامدون السائحون الساجدون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود الله. اینا رنگ خداست. راست میگی. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. اینا رنگ خداست. حیف من بیام حرم امام رضا برگردم، به قول شما کنار یک گل قرار میگیرم، بوی گل رو میگیرم، بوی گل امام رضا نداشته باشم. حالا چون در این فرصت کم نمیتونیم همه مصادیق رنگ خدایی امام رضا رو بگیم، 3 محورش رو میگیم. خیلی خوب. امام رضا رنگشون تو ارتباط با خدا چی بود؟ این رنگ خدا تو ارتباط با خدا چیه؟ تو ارتباط با خلق خدا چیه؟ تو ارتباط با خصم خدا چیه؟ و خواهشاً من به خودم اول تذکر میدم. از حرم میرم بیرون، از ماه رمضان اومدیم بیرون، از پیاده روی 40 میایم بیرون، از تمام این زیارتگاه ها که میایم بیرون، یک کم مراقبت کنیم بر این 3 محور از مصادیق رنگ خدا. الهی آمین انشاءالله. رنگ امام رضا و رنگ خدایی تو بر ارتباط با خدا چیه؟ سوره یاسین. بفرمایید. ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. به همه پیغمبران اومدن این رنگ رو تبلیغ بکنن. لقد بعثنا فی کل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. امام رضا جانم رنگش، رنگ خداییش تو ارتباط با خدا بندگیه. چقدر قشنگ گفتن آقای قوامی. بندگی کن تا که سلطانت کنن، تا که سلطانت کنن. خدا میفهمد عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی. سالگرد شهید آیت الله رئیسیه. آقای رئیسی نه پیغمبرزاده بود، نه امامزاده بود، نه در عهد رسول الله بود، نه در عهد اهل بیت بود. در عهد و زمان ما زندگی میکرد. ولی تو بندگی خدا خیلی عجیب بود. زمانی که تولیت آستان قدس بود، رفیق من بود آقای رئیسی. 30 سال با هم رفیق بودیم. یکی به من گفت آقای رئیسی رو کجا پیدا کنم؟ زمان گفتم 1 ساعت قبل از اذان صبح بالا سر حضرت داره نماز شب میخونه. عجب. رئیس جمهور شد. هر جا میرفت، اگر سفرهای استانی میرفت، نماز شب جمعه شد توی یک حرم امامزاده میخوند. میگفت یه امامزاده پیدا کنیم بریم اونجا، به یاد حرم امام رضا. رنگ خدا تو بندگی خدا چیه؟ انجام واجبات، ترک محرمات. انجام واجبات. کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. یه یادگاری از امام رضا بگم آقای قوامی، بیننده های عزیز استفاده کنم. من از یک روایت امام رضا یاد گرفتم. مثالش هم خربزه فروش ها و هندونه فروش های مشهدی هم. خربزه هندونه فروش مشهد. آره میکنن؟ میگه خربزه به شرط چاقو، هندوانه به شرط چاقو. من میگم بیا این بندگی خدا رو به شرط چاقو قبول کنیم. به شرط چاقو یعنی چی؟ یعنی امتحان کن ببین شیرینی شو. آره راست میگه. امام رضا فرمودن رحم الله عبدا احیا امرنا. خدا رحمت کن اونایی که رنگ خدا رو تبلیغ کنن. فان الناس لو علموا محاسن کلامنا. شیرینی بندگی خدا رو بچشه. آیه بهجت میفرمودن اگر سلاطین عالم حتی شیرینی و طعم خوش مناجات با خدا رو میچشیدن، بنده میشدن.
با خدا باش پادشاهی کن و من یتوکل علی الله فهو حسبه. بی خدا باش، شاعر اشتباه گفته هر چی خواهی کن. من میگم با خدا باش پادشاهی کن، بی خدا باشیش غلطی نمیتونی بکنی، چون قرآن گفته ان الباطل کان زهوقا. بندگی خدا رو امتحان کنی. برادر عزیز، خواهر محترم، جوان عزیز، پدر مادر، معلم بزرگوار، مربی عزیز، اینجوری به بچه هامون، به متربیامون بگیم بیا نماز رو امتحان بکن، ببین نماز بهت آرامش میده یا نه. اقم الصلاة لذکری الا بذکر الله تطمئن القلوب. بیا ترک گناه رو امتحان بکن. یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. بهت قوه تشخیص میدم. امروز تو برخورد با بچه هم تشخیص ندارم، تو انتخاب شغلم، رشتم، ازدواجم، اقتصادم، مدیریتم تشخیص درست ندارم. بیا گناه نکن تا خدا چشماتو باز بکنه. من خواهش میکنم این مصداق رنگ خدایی امام رضا که بندگی خداست. بندگی خدا یعنی انجام واجبات، ترک محرمات. بندگی خدا یعنی رفاقت با خدا. هر کی با خدا رفیقه نامه خدا رو میخونه قرآن، خونه خدا میره مسجد، امر و نهی خدا رو مراقبت میکنه یعنی واجبات و محرمات. ولی خدا رو دوست داره چون هر چیزی با خدا ربط داره. الان توی جشنای زیر سایه خورشید پرچم امام رضا رو میارن، همه به سر و صورتشون میکشن. این پرچم فقط رو گنبده، این ذریح وصل به قبر امام رضاست، این در و دیوار وصل به این حرم اینقدر قشنگ شده. خب اگه من وصل به امام رضا بشم بوسیدنی نمیشم؟ تمومه. این میشه بندگی خدا. الان داره صدای اذانی میاد که فرمودید بله. آره ذکر خداست و مایه آرامش. چقدر قشنگ. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یکم نزدیک اذان که میشد به بلال میفهمیدن ارحنا یا بلال. آره. بلال اذونو بگو دلم داره میترکه برای ارتباط با خدا. خود امام رضا فرمودن از صلات و قربان و کل تقی. اگه بذاریم به خاطر این روایت یه خاطره بگم. یه جوونی به من گفت آقا میخوام با شما عکس بگیرم. گفتم برای چی؟ گفت شما رو تو تلویزیون نشون میدن. گفتم راز بقارم تو تلویزیون نشون میدن. خبری نیست. گفت آقا شما مشهوری. گفتم من مشهورترم یا خدا؟ گفت خدا. گفتم خدا روزی 10 بار میگه بیا با خودم عکس سلفی بگیر، ایاک نعبد و ایاک نستعین. خودم و خودت. میگه هر وقت زنگ زدی گوشیتو برمیدارم، ادعونی استجب لکم. خوابم نمیبره، لا تأخذه سنة ولا نوم. مشغولی نمیزنم، یا من لا یشغله سمع عن سمع. خرابکاری هم بکنی دوست دارم، ان الله یحب التوابین. این جوون اصلا چشماش پر از اشک شد. بعد با این روایت امام رضا گفتم نماز قرارداد رفاقت با خداست. رفیق جینگ خدا باشو. بعد ببین ان الله یدافع عن الذین آمنو. اون جایی که هیچکی نمیتونه از این دفاع بکنه خدا از این دفاع میکنه. و بعد تنها عن الفحشاء و المنکر. حضرت یوسف از پیش زلیخا فرار کرد، درای قفل شده براش باز شد، شوهر زلیخا دم دره. حضرت یوسف تو موضع تهمته، هیچکی نمیتونه از یوسف دفاع کنه، خدا دفاع کرد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدا دفاع کرد. چی جوری؟ و شهد شاهدون. یه بچه شیرخوره، مردم تو سریال یوسف که یادگار آقای سلحشور عزیز بود نگاه کردن، یه بچه شیرخوره تو بغل یکی از خدمتکارا از یوسف دفاع کرد. اگر پیراهن یوسف از جلو پاره شده مقصر یوسفه، اگر از پشت سر پاره شده مقصر زلیخایه. دیدن پیراهن یوسف از پشت سر پاره شده. بیا با خدا رفیق بشین، ببین چجوری دستتو بگیره، چجوری کمکت کنه، چجوری بالا ببرد، چجوری آقای رئیسی رو عزیزش میکنه، محسن حججی رو، حاج قاسم رو، شهدا رو چجوری عزیزت بکنه. یک دوستان من صدای اذان حرم رو گفتم و همون اوایل اذان عرض کردم اینجا صدای اذان هم داره میاد و نماز رو به افق مشهد و اینها. انشالله نصیب و قسمتتون بشه صدای اذان رو تو خود حرم بشنوید و نماز جماعت هم برپا بشه. دو، پس اولین مصداق رنگ خدا تو سیره امام رضا ارتباط با خداست. بندگی کن، انجام واجبات، ترک محرمات. و ببین خدا چجوری برات به قول معروف کن لی اکن لک رو اجرا بکنه. حمال تبریزی حمال بود، یه لحظه واسطاد نفس تازه کنه، دید یه بچه داره از بالا میفته، گو بیست. معروف تو تبریز یه خیابان به نام حمال تبریزیه. بچه رو گرفت تو بغلش، ریختن دور و برش، گفتن تو پیغمبرزاده یا امامزاده؟ گفت هیچ.
یه عمری خدا گفت این کارو بکن اون کارو نکن، ما گفتیم چشم. یه بارم ما گفتیم گفت چشم. این بندگی خداست. دو، امام رضا سیرشون تو ارتباط با خلق خدا چیه؟ 3 تا کلمه: حسن ظن به خلق خدا. امام رضا فرمودن عاقل 10 تا علامت داره، 9 تاشو فرمودن، یکی 10می رو نفرمودن. راوی گفت آقا بفرمایید، فرمودن طاقت نداریم. آقا بفرمایید. آقا فرمودن علامت 10 عاقل اینه که هر کسی رو دید قسم بخوره و از من بهتره. الله اکبر. نه به زبان فقط، قسم بخوره، باورش باشه. حسن ظن اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. 1، امام رضا برخوردش تو مردم حسن ظنه. 2، خدمت و مما رزقناهم ينفقون، از اون که بهت دادن خدمت کن. امام رضا پسر اون خانواده است که بیاطعمون و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. اصلا کار ندارن طرف کیه. ای جانم. آقای قوامی، من به هر مخاطبی رسیدم گفتم دوست دارید خادم امام رضا بشید؟ آره آقا یه نامه بدیم. گفتم نمیخواد نامه. خادم امام رضا به خلق خدا خدمت میکنه. شما تو خونتون، تو مسجد، تو هیئت، تو هر جا هستید بیاد به خلق خدمت کنین، میشید خادم. پس سیره امام رضا تو ارتباط با خدا بندگیه. تو ارتباط با خلق خدا خدمت بی‌منته. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا. خدمت بی‌منت و دائمیه با حسن ظن. 3، سیره امام رضا تو برخورد با دشمن خدا چیه؟ 1، به دشمن خدا اعتماد نکن. ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اگر امروز حضرت آقا میگه ما به دشمنان اعتماد نداریم، از باب سیره امام رضا، سیره قرآنیه. همینه. 2، از دشمن خدا نترس. فلا تخافون فلا تخشوهم. از دشمن خدا نترس. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. امام رضا نترسید. 3، با دشمن خدا بجنگ. اشداء علی الکفار رحماء بینهم و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه واغلظ علیهم. این آیات قرآنه، دستورات صریح قرآن. لذا ما میبینیم اگر بخوایم سیره امام رضا به همه معصومین رو تو 3 تا کلمه خلاصه بکنیم: بندگی خدا، خدمت به خلق خدا، دشمنی با خصم خدا. من اگر احساس میکنم این عطر و بوی حرم امام رضا رو گرفتم، اینا رو بیام هم تمرین بکنم هم تبلیغ بکنم تا در وجود خودم ملکه بشه. من خیلی وقتا به دوستان تو حرم گفتم تو حرم نمازاتون جماعت بخونین. الان اگه دوربینانشون بده نماز جماعت مشهد شروع شده، همه دارن نماز جماعت میخونن. اما از حرم رفتید بیرون، سوار قطار شدید، 500-600 نفر تو قطارن، چند نفر پیاده میشن نماز بخونن؟ من نمیگم دیگه. تو اتوبوس داریم میریم، چند نفر پیاده میشن؟ این نشد گاهی بنده خدا باشیم گاهی نباشیم. قرآن میگه نؤمن به بعض نکفر به بعض باشید، خودتون اذیت میشید. یه حدیث خود امام رضا دارن که کسی که اینجوری رفتار میکنه انگار نعوذ بالله خدا رو مسخره کرده. استغفر الله. امام کاظم هم دارن. آره. امام رضا تو فرمودن امید واهی به کسی ندید. لا قرابت بیننا و بینکم. امید واهی چیه؟ بهترین مثالشو من این مثال میدونم. با یه پیاله ماست نشسته کنار دریا میخواد دوغ درست کنه. میگن نمیشه، میگه ولی اگه بشه چی میشه؟ بعضیا با یه هفته نماز خوندن میخوان همسایه امام رضا بشن تو قیامت. با یه روز سینه زدن روز عاشورا میخوان همسایه امام حسین بشن. با یه پیاده روی 40 میخوان همسایه اهل بیت بشن. نه خیر، بهشت را به بها نمیشه. بله، اگر تمام عمرم تو ارتباط با خدا بنده بودم و هم تمرین کردم هم تبلیغ کردم. تبلیغم گفتم چجوری تبلیغ کنیم به همه بگیم بیا امتحان کن. یه جوونی تو 40 توی فرودگاه نجف نشسته بودم، میخواستم برگردم، اومد با آجای ماندگاری منو میشناسی؟ گفتم نه. گفت من 10 سال پیش، یعنی از 93 میشد، چون 40 403 بود. خیلی آدم بدی بودم، خیلی پدر مادرمو اذیت میکردم، به حد دیگه نفرینم کردن. آره. وارد حرم امام رضا شدم، دیدم شما داری میگه آی جوون اگه میخوای گرهت باز بشه اولین خدمت به پدر مادره.
و بالوالدین احسانا ان اشکر لی و لوالدیک. اولین خدمت به پدر مادره، گرهت باز میکنه، بالا میبره، موفق میشی. من گفتم این آقا یه حرفا چه داره میزنه؟ من اینقدر اینا رو اذیت کردم که اینا منو نفرینم کردن. قرآن تو باز کردی گفتی من نمیگم خدا میگه، قبول نداری برو امتحان کن. حاج آقا تا گفتی برو امتحان کن انگار یه نفر از تو حرم امام رضا منو هلم داد، رفتم بیرون. تو حرم امام رضا اومده و گوش میداد، گفتم تو عبوری هم گوش میدادم. اومدم خونه، پدر مادرم تو خونه، خواهش میکنم همه یاد بگیرن قشنگ بگن. بفهم. افتادم به دست و پای پدر مادرم، ده ببوس که ببوس. بابا منو میزد که تو ما رو اذیت کردی، بوسیدن چیه؟ گفتم من خوب شدم، باور نمیکرد. حاج آقا بابام میزد من میبوسیدم، بوسیدم ها. با دل شکسته از خونه اومدم بیرون، به خدا گفتم انجام دادم، امتحان کردم، ببینم تو چیکار میکنی. حاج آقا دیدم یه هیئت درش باز، گشنه بودم، گفتم برم غذا بخورم. رفتم تو هیئت غذا بخورم، در هیئت رو بستم. چیه؟ میخوان قریشی کنن. مشغول خوردن بودم، دیدم اسمم برای کربلا در اومد. گفتم خدا یک بار دست ننه بابانو بوسیدیم نقدی حساب کردیم؟ جیرینگی حساب کردیم مزدشو؟ من کجا، کربلا کجا؟ حاج آقا از 93 تا الان چندین بار نجف و کربلا و کاظمین و سامرا آمدم، مکه و مدینه رفتم فیش نداشتم. حاج آقا از قول من برو رو منبر و تو تلویزیون بگو هر کی آیه قرآن قبول نداره بره امتحان کنه به شرط چاقو. شیرینیشو بچش، دست پدر مادر رو ببوس. اگر محسن و حججی و مقام و عزت بهش دادن چون پای پدر مادرشو بوسید. ببینید دختر خانم به من گفت حاج آقا من خواب آرام ندارم، حجاب من مرتب نیست. گفتم بیا این آیه قرآن امتحان کن، آیه 32 سوره احزاب، فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض. آقا اگه تو حیا و حجاب رعایت نکنی مریضا به تو طمع میکنن، اونایی که دل مریض دارن، انرژی منفی به سمت تو میفرستن تا حد چشلق تا بکشدت. بیا حیا و حجاب رو امتحان بکن، ببین شیرینی آرامش رو میچشی یا نه. بعد از مدتی گفت حاج آقا شما معجزه کردی. گفتم من معجزه نکردم، خدا معجزه کرده. قرآن معجزه کرده. قرآنی که هر 3 روز یه بار امام رضا 3 روز یک بار ختم میکرد. چرا؟ چون میدونه این مسیریاب سعادته. الان تو گوشی تلفن همراهمون یه نرم افزار داریم به نام مسیریاب. خونمون هم میخوایم بری با مسیریاب میریم. مسیر خلوت رو بگه، چون به اون بالایی وصل اون بالا میبینه. میگه ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون. این مسیریاب سعادته، ولی نه مسیریاب دیدنی ها. الذین یؤمنون بالغیب مسیریاب ندیدنی های. خدا رو ببین. از من پرسیدن جبهه ها چه خبر بود؟ گفتم جبهه ها خدا بود و خدا بود. امروز مشکل ما چیه؟ خدا رو نمیبینیم، قیامت رو نمیبینیم. بعد میگه اگر این مسیریابو حرکت کردی، اینجا میگه الذین یقیمون الصلاة بندگی خدا و مما رزقناهم ینفقون خدمت به خلق خدا. امیدواریم خدای تبارک و تعالی به هممون این توفیق بده. این 3 عطری که از حرم امام رضا از قرآنیش گفتم، 1 عطر بندگی خدا. بنده خدا باشیم دنیا و آخرتمون آباده. بنده خدا باشیم و مطیع ولی خدا باشیم که فرمود و من یتولی الله و رسوله والذین آمنوا فان حزب الله هم الغالبون. آقا یه چیزی بگم تو 2 دقیقه پایانی. میدونی کار سخته. ما میریم گل فروشی، ولی تا میایم بغل گل فروشی یه چیزی هست که اون بوها رو میگیرن، هیچ یه بوی بدم به ما میده. من جواب قرآنی میدم. الان فضای جواب قرآنی میدم. ان مع العسر نابرده رنج گنج میسر نمی شود. دانش آموز باید سختی بکشه تا مدرک بگیره. مادر باید سختی بکشه تا بچه رو تو بغلش بگیره. کارگر و معدنکار و کشاورز و باغدار و دامدار باید سختی بکشه تا به یک محصول قشنگ برسه، به گنج برسه. آقا اگه فرمودن ما نزدیک قله ایم، باید سختی نفس زدن نزدیک قله رو بچشیم تا به شیرینی ظهور برسیم. بعضیا میگن آقا این مدت خب پدر ما در اومده بس که فشاره. گفتم رسیدن به قله هزینه داره. دقیقاً کوهنورد به اون آخرا که میرسه کارش سخت‌تر میشه، نفسش بند میاد. رسیدن به ظهور هزینه داره آقای قوامی. تمام پیغمبرا، اماما، اولیا، شهدا، صلحا همه سختی کشیدن برای رسیدن به ظهور. خب ما باید سختی بکشیم. اگه اینو فهمیدیم
یه بنده خدا میگه آقا اوضاع اقتصادی فرهنگی خیلی خرابه، گفتم قبول، اصلا توجیه نمی‌کنم. قبول داری نام امام زمان جهانی شده؟ بله. نام امام حسین جهانی شده، ظلم ستیزی مظلوم یاوری اینا رو ببین. همه اینا رو گفت اینا گفت آره، گفتم اینا مقدمه ظهوره که الحمدلله. چه آروم شدن. خدایا به آبروی امام رضا، به آبروی امام رضا، به آبروی امام رضا، بالاترین حاجت همه دوستداران امام رضا یعنی تعجیل فرج را امضا بفرما. الهی آمین. این انقلاب، این امت، این رهبری، این عاشقان رو به ظهور برسان. الهی آمین. خدا ما رو برای ظهور تربیت بفرما، الهی موانع ظهور رو مرتفع بفرما. اون چه به زائران این حرم وعده دادی و همه زائرانی که با پای تنشون اومدن و همه زائرانی که با پای دلشون اومدن عنایت بفرما. الهی آمین. خدایا شر دشمنان به خودشون الهی برگردان. آمین. خدمتگزاران به اسلام و مسلمین، علما، مراجع، مسئولین خدمتگزار، رهبر عزیزمون در پناه امام زمان حفظ بفرما. الهی آمین. به ما مریضا و توفیق بندگی، توفیق خدمت و توفیق دشمنی با دشمنان خدا الهی عنایت آمین. بفرما. همه این مریضا، اونایی که در خانه مریضن، تو بیمارستانا، مجروحین حادثه بندر عباس، لباس عافیت بپوشان. انبات و شهدا و اماممون شهید آیت الله رئیسی، سید حسن نصرالله، سید هاشم صفی الدین، حاج قاسم عزیزمون با اولیاء محشور بفرما. الهی آمین. عاقبت ما با الهی شهادت آمین. ختم به خیر الهی و آمین. سعادت بفرما. الهی به آمین. برکت صلوات بر محمد اللهم صل آل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدا خیرتون بده، اجرتون با خود امام رضا باشه. چه دعای جامعی، چه حرفای قشنگی، ان شاءالله توفیق عمل پیدا بکنید. انشالله. خیلی ممنونم که تا پایان برنامه خودتون رو تماشا کردین. با سلام به امام رضا در قالب یه بیت با شما خداحافظی میکنم، ضمن اینکه به حق امام رضا، به حق امشب و فردای امام رضا، الهی که اتفاقای خوب برای همتون بیفته. السلام ای همه جا حضرت خورشید شده، شب میلاد تو در هر دو جهان عید شده. مبارک باشه یا حق. خداحافظ.